سلام، به اپیزود دوم تیلت خوش اومدین. تو این اپیزود ما با خانم دکتر بولشکر، روانشناس و مدرس دانشگاه، گپ و گفتگویی داشتیم راجع به اختلالاتی که این روزا زیاد میشنویم. امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید. سلام خانم دکتر. سلام. مرسی که قبول کردین که امروز رو ما در خدمت شما باشیم. مرسی از شما و من از شما که پنهون نیست، از بقیه هم پنهون نباشه که امروز یکم بدقولی کردم. منو ببخشید. خواهش می‌کنم، دستتون هم در نکنه که قبول کردین. خانم دکتر، من میتونم یه ذره راجع به خودتون ازتون بپرسم؟ میشه بک‌گراند از خودتون بگین؟ بله حتما. من دکترای روانشناسی هستم. روانشناسی رو از سال 93 به صورت کلینیکال بالینی درمانی شروع کردم و از سال 96 هم مشغول به تدریس هستم. سلامت. خانم دکتر، من سریع میرم سراغ سوالات. اصلا قبلش یه چیزی بپرسم. شما خب خیلی ساله دارین الان سر کله میزنین با افراد مختلف تو دانشگاه که تدریس میکنین. قاعدتا این حالت ساید شاید بیزنسی، شاید حالا اصلا این مقاومت، من بیشتر سوالم اینه، مقاومت مردم نسبت به روانشناس هنوز توی کشور ما زیاده. یعنی هنوز خیلی مثلا میگن که من مگه چمه برم پیش روانشناس، من مگه چیه، مگه فلانه، همه مشکل دارن، همه فلانه. چرا هنوز یه سری مقاومت و بدبینی ها نسبت به روانشناسا هست؟ خب اول اینکه روانشناسی خیلی نوعه نسبت به حالا باقی علوم دیگه، اصلا رشته خیلی قدیمی و اینا نیست. روانشناسی جالبه، از دل فلسفه بیرون اومده و تا قبل از اینکه یه کمی حالت علمی به خودش بگیره، یه نفر حالش بد میشد میگفتن که خب اینقدر میزنیمش تا شیطون از بدنش بیاد بیرون. این شیطون بهش رخنه کرده. وقتی که یک همچین فاصله‌ای رو طی کرده از لحاظ محتوا، معلومه که خیلی هم نمیتونه حالا توی اون سیستم عصب شناختی ما که بالاخره ارث از نیاکانمونه، امروز خیلی هم نمیتونه خودش رو یه جوری جا بندازه. بنابراین به نظر میرسه که تا حدی طبیعی و عادیه. پس یه ذره ریشه خرافات توری هم توش هست. الان دیگه نه، ولی منظورم اینه که قدیم بوده. آره خیلی، یعنی اصلا اینجوری بوده که همش با دین و حالت شیطان صفتی و فرشته صفتی و این شکلی معمولا به انسان نگاه میکردن. یعنی مثلا اگر که یه شخصی مشکلات حالا ذهنی داشته، یه گناهی کرده بوده، آره، یعنی بیشتر میبردن سمت مذهبی، تاوان و هزینه مثلا اعمالش رو داره میده، یه همچین نگاهی معمولا داشتن. خب بعد یه چیز دیگه، من خودم حالا تفکری که تو ذهنم بود اینه که قبلا کسایی که شاید به روانشناس نیاز پیدا میکردن افرادی بودن که حالا مشکلات خیلی جدی تری داشتن. یعنی مثلا طرف حالا پنیکای مختلف، نمیدونم بیماریای اعصاب مثلا جدی تر، تا مثلا حالا تراماهایی که الان هست. طیف دیگه. و جالبه که شما بدونین که همین چیزایی که ما بهش میگیم که خیلی هم جدی نیست یا دیگه میگیم روند زندگیه، اگر که بهش اهمیت داده نشه، اگر برون ریزی درستی براش انجام نشه، خیلی فاصله ای نداره با اون چیزایی که توی ذهن ماست که خیلی وحشتناکه. یعنی همیشه مرز بین عقل و جنون واقعا یه دونه تار موه برای همه ما. یه ذره مخالفم با حرفت. خب قاعدتا این اکثر این بیمار، اکثر این تراماها یا حالا مشکلاتی که افراد میتونن داشته باشن، یه زمینه ژنتیکی نباید داشته باشه؟ حتما هم زمینه ژنتیکی، هم یه مفهومی رو ما داریم تو روانشناسی به اسم انتقال بین نسلی که لزوما ژنی نیست، دی ان ای نیست که منتقل شده باشه، بلکه اتفاقاتی که در یک برهه زمان میفته. مثلا کسایی که توی دوره جنگ خودمون، جنگ ایران و عراق دهه 60 بودن، معمولا یه سری از اخلاقیات، یه سری از ویژگی‌های متفاوتی دارن. اینه که به اینا میگیم انتقال بین نسلی، یعنی چیزی که من به عنوان حالا یک انسان به نسل‌های بعد از خودم انتقال میدم، علاوه بر اون تاریخی که من در اون بره از زمان دارم تجربهش میکنم. درسته. قاعدتا نیست، یعنی ما میگیم که هم المان‌های فیزیکی، یعنی هم به صورت زیستی و هم ژنتیکی.
بعد این مثال خوبی زدین زمان جنگ. الان اتفاقا آمارا از زمان مثلا خیلی آدم فکر میکنه که مثلا زمان جنگ مثلا بیشترین حالت، ولی الان هم خیلی آمار افسردگی توی ایران مخصوصا بالاه. قاعدتا مشکلات مالی و مشکلاتی که حالا توی کشور هست که 100% دخیله، ولی اصلا توی این شرایط، توی این برهه‌ای که اینقدر فشارهای چیز هست، بیشتر شما مثلا به مراجعتون چی میگی؟ چیزایی که از دستش خارج نیست، بیشتر مال جامعه است، کل جامعه این مشکلات داره. ببینین حالا این لزوما مال جامعه ما هم نیست، جهان شموله. یعنی معمولا انسان خاصیت نهادگونگیش اینه که دلش میخواد در آسایش کامل باشه، در لذت کامل باشه، ولی واقعیت اینه که دنیایی که داره توش زندگی میکنه پر از درد و رنج و بی‌عدالتیه و همیشه میخواد اونو از این لذت دورش بکنه دیگه. یعنی همیشه میخواد این لذت رو به تعویق بندازه. پس لزوما البته که در جامعه ما خیلی شاید بیشتر از خیلی از جوامع دیگه است، شاید که نه حتما، ولی یه چیزیه که به تناقضی که بین نهاد انسان و واقعیت دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم برمیگرده. اینه که همیشه وجود داره، یعنی چیزی نیست که من بتونم تغییر بدم. بنابراین یه مفهومی هست حالا توی یکی از رویکردهای درمانی به اسم پذیرش. این پذیرشه به معنای تسلیم شدن و سوختن و ساختن و اینجور چیزا نیست. این پذیرشه به معنای سازگار شدن فعاله، که یعنی من واقعیت دنیای خودم رو بپذیرم، نقص و ضعف‌های خودم رو بپذیرم و حالا ببینم که با وجود این دنیایی که اینقدر از ایدئال من فاصله داره و احتمالاً کودکی خودم، پدر مادر خودم، محیط خودم که اینقدر از ایدئال خودم فاصله داره، من میخوام تو این دنیا چی کار کنم و چی از دستم برمیاد برم اون کار رو انجام بدم. پس یعنی بیشتر با واقعیت یه جوری روبرو میکنین مراجعتون رو. واقعیت دنیا الان اینه. پذیرش. آره. دارم فکر میکنم خب افرادی که ببینید الان خانم دکتر خیلی ها رو الان من میبینم، مخصوص حتی تو همسنای خودم، عملا دپرسن. خب و دپرسشون حس میکنم یه ذره انگار فرای حالا مثلا مشکلات اصلی جامعه، چون خیلی ها داریم هنوز دارن فعالیت میکنن، این فعالیت دارن، ولی من خیلی ها رو دارم میبینم که حتی صبح زود پا شدن، خود منم صبح زود پا شدن برام سخته، ولی مثال دارم، یعنی صبح زود پا شدن، نمیدونم اون صبح یه ورزش نیم ساعته داشتن، اینا خیلی براشون هنوز سخته. البته صبح زود شما چه ساعتیه؟ میدونید بیشتر منظورم اینه که اون نظم زندگی، آدم طرف یه هدفی داشته باشه، واقعا همون دپرشنی که تاثیر میذاره که طرف اصلا انگار خسته است، کل روزشو خسته است، انگیزه نداره، یه جارو برقی تو اتاقش نمیتونه بکشه. اصلا تعریف دپرشن شما چی میگید؟ خب ببینید، دپرشنی که ماها توی بین خودمون داریم صحبت میکنیم راجبش با اختلال افسردگی متفاوت. پس من میتونم افسرده باشم ولی اختلال افسردگی نداشته باشم. اختلال افسردگی یه سری ویژگی ها داره، یه سری ملاک ها داره که من بعد لااقل برای مدت 2 هفته کل اینها که مثلا 9 تاست رو از این 9 تا 6 تاشو لااقل داشته باشم. کسی که اختلال افسردگی داره معمولا مشهوده، یعنی معمولا دیگران متوجه میشن که اختلال افسردگی اساسی رو میتونیم ببینیم. آماده گریه کردنه، اطرافیانش مدام در حال گریه کردن میبیننش و یکی از ویژگی‌های اصلیش اینه که از هیچ چیزی لذت نمیبره. سوال، اصلا گریه چیه؟ چی میشه که شخص گریه میکنه؟ غدده. نه خب میدونم چه چیزی توی اون بدن محرک اون گریه است، به غیر از حالا قاعدتا اگه مثلا گرد خاک بره تو چش و اینا، از لحاظ احساسی میگم که خیلی با گریه مثلا میگن که مثلا خانوما میگن با گریه مثلا 1 ساعت گریه کردم حالم خیلی بهتر شد.
آره ببینین برمیگرده به اصلا کل سیستم ما، کل راه رفتن، حرف زدن، گریه کردن، خندیدن، همه اینا برمیگرده به انتقال دهنده های عصبی ما و هورمون های ما، در واقع کارکرد سیناپس های ما. پس گریه هم مثل همه ابرازات هیجانی یک علامتیه که برمیگرده به اینکه الان چه انتقال دهنده عصبی ترشح شده و معمولا آدم ها اصلا سیستم هیجانشون اینطوریه که یک فکری فعال میشه، اون فکر که فعال میشه یک هیجانی رو ایجاد میکنه، اون هیجان که در واقع شعله ور میشه منجر به یک رفتاری میشه. حالا اون رفتاره میتونه گریه باشه، میتونه یعنی داد باشه، میتونه مشت باشه، میتونه خنده باشه. یعنی اون چیزیه که یهو بدن به صورت بدن تصمیمش میگیره، واکنش میده. آره سیستم خودمختاره. آره بعد مثلا اینم به خاطر قاعدتا ژنتیک مرد و زنی که مثلا آقایون بیشتر مثلا به قول شما مشت میزنن، خانم‌ها مثلا گریه میکنن. هم به خاطر سیستم ژنتیکی، هم به خاطر اینکه انتظاری که ازشون میره. یعنی فرهنگ اینو بهشون یاد داده که خب گریه کردن یه خورده مثلا جالب نیست. خب پس ولی من این جالبه، تأثیر گریه کردن خیلی جالبه. یعنی مثلا من خودم هم گریه کردم، وقتی گریه کردم حس کردم که انگار سبکتر شدم. پس اون به خاطر اینه که بدن یک واکنش، یک برون ریزی انجام داده. چه جالب. و خب این میتونه هر چیزی باشه. بعد یه سوال، مثلا این ورزش کردن، مثلا کاری که مثلا خیلی‌ها میکنن، مثلا میان احساساتشون توی یه چیزی، مثلا خیلی دیدم کسایی که مثلا بچگی سختی داشتن تو ورزش‌های رزمی خودشون خالی کرد. این هم جزء همون میشه؟ بله، هر نوع برون ریزی. مثلا چه چیزهای دیگه ای هست؟ میدونیم بیشتر دنبال فقط این که من میگم بهتون، ولی الان سواله رو حالا شاید این مخاطبا یه کمی ذهنش رو، چون داشتیم ویژگی‌های اصلی افسردگی رو میگفتیم، من اوکی هم که بیام، ولی الان فکر کنم یه 10 دقیقه است داریم میریم از توش. باشه بریم برگردیم سر افسردگی. پس اختلال افسردگی اساسی با دپرشن فرق میکنه و یکی از ویژگی‌های اصلی کسی که اختلال افسردگی داره اینه که معمولاً واضحه برای عموم و مورد بعدی این که از هیچ چیزی لذت نمیبرن. واقعا هیچ چیزی دیگه، هیچ علاقه، هیچ سرگرمی دیگه نمیتونه خوشحالشون بکنه. خواب و خوراکشون به هم میریزه، خوابشون به هم، یعنی لزوما وقتی میگم به هم میریزه نه اینکه کم میشه، برای بعضیا زیاد میشه، برای بعضیا کم میشه، بعضیا پر اشتها میشن، بعضیا کم اشتها میشن و حتی روی سیستم شناختیشون تاثیر میذاره. یعنی فرد تمرکزشو از دست میده، حافظش قشنگ متوجه میشه که تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی چیزی نیست که واقعا بگی من فقط یه خورده حال افسرده دارم، چیزیه که در کل سیستم شناختی ما میتونیم ببینیمش. ولی من فکر میکنم که سوال شما بیشتر میرفت به حال افسرده، درسته؟ ببینید نه، اتفاقا همینی که گفتیم، دقیقا همینی که گفتیم، چون به قول شما تاثیرات قشنگ علنی من توی مثلا خیلی افراد دیده بودم، برام سوال بود. حتی مواقعی که خود منم برام پیش اومده بوده که شاید مثلا فراموش کنم، الان گفتین که ذهن چیز میشه، متوجه شدم که آره مثلا بعضی وقتا شاید حالت افسردگی بوده که مثلا ذهنم میپریده، نمیتونستم تمرکز بگیرم و زود یه چیزی یادم میرفته. کاملا شناخت تحت تاثیر قرار میده. و یکی از موارد دیگه ای که داره اینه که واقعا میل به زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین فرد افکار خودکشی داره، یعنی شاید هم دست به اقدام به خودکشی نزنه ولی زیاد راجع به خودکشی، زیاد راجع به مرگ، شاید مثلا از 24 ساعت میبینید 20 ساعتشو داره راجع به مرگ و خودکشی و اینجور چیزا فکر میکنه. خب حالا چرا به وجود میاد؟ بعضی از آدم ها هستن که سیستم عصب شناختیشون آماده برای مبتلا شدن به یک سری از اختلال ها مثل افسردگی، مثل اضطراب و مثل وسواس. اصطلاحاً به این افراد میگیم روان رنجور، کسایی که آسیب پذیرن نسبت به استرس. حالا توی چه دنیایی داریم زندگی میکنیم؟ توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که شالودش استرسه، یعنی یه عالمه استرس هست.
حالا یه سریا هستن که اصلا آمادن که این استرس ایجاد بشه و یک واکنش آسیب شناختی ما اصطلاحاً بهش میگیم نشون بدن نسبت به این استرسه. پس یه بخشش میتونه ژنتیکی و همون انتقال بین نسلی و از اینجور چیزا باشه. یه بخش دیگهش اینه که جامعه معمولا اینطوریه که دیدین مثلا میگه که نه پاشو به خودت کمک کن، تو میتونی، تو تنبلی. اینا باعث میشه که حال اینا بدتر بشه. آدم افسرده دقیقاً مثل کسیه که دست و پا شکسته. حالا شما هی درمان افسردگی چیه؟ اینه که از رو تختش بیاد بیرون، بره حموم دوش بگیره، بره از خونه بیرون. ولی کسی که دست و پا شکسته که نمیتونه این کارو بکنه که. حالا من بیام هر چقدر بهش بگم نه ببین تنبلی رو بذار کنار، به خودت کمک کن. پس این منجر به این میشه که یه هیجان ایجاد شده دیگه، یه احساس ایجاد شده. من این هیجانه رو، این احساسه رو هی بخوام سرکوبش کنم و خاصیت هیجان اینطوریه که هر چقدر که بیشتر سرکوبش کنی یا سرزنشش کنی بزرگتر میشه. بنابراین وقتی که من مبتلا به اختلال افسردگی اساسی هستم درمان میخوام، درمان جدی میخوام، درمان دارویی میخوام، درمان روانشناختی میخوام. اینطوری نیستش که توی دوست من، توی عزیز من به من بگی پاشو به خودت کمک کن و من مثلا بتونم این کار رو انجام بدم. پس یه چیزی که هست اینه که ما احساس آدم ها رو باید به رسمیت بشناسیم. ما میتونیم افکار آدم ها رو به چالش بکشیم، ولی اگر که احساس رو به رسمیت نشناسیم، اگر درک و همدلی رو نداشته باشیم، نمیتونیم با مراجعمون ارتباط برقرار کنیم. بنابراین یکی از اصلی ترین کارهایی که درمانگر برای مراجعش میکنه اینه که احساسش رو، هر آنچه که هست 100% رو به rسمیت میشناسه. پس من افسرده، من مضطرب، من وسواسی نمیتونم و واقعا نمیتونم. اینه کسی که دست و پام شکسته و همین به رسمیت شناختن احساسات منجر به برون ریزیش میشه و بعد از یه برهه‌ای، بعد از اینکه به اندازه کافی مورد همدلی قرار گرفت، احساساتش رو تخلیه کرد، خب اوکی، حالا مرحله بعدی ما میتونیم بهش برنامه روزانه بدیم، بیاریمش مثلا بیاریمش توی روتین نسبی یا هر چیز دیگه ای. ولی اینکه عمه تراپیش کنیم و پاشو روزا برو باشگاه و اینا، خب عملا جواب نمیده و هی بدتر میشه. پس یعنی شما میگین که مرحله اول، من فکر می‌کنم مرحله اول اینی که تسکای کوچیک اتفاقا میشه، مال آدمیه که فقط حال افسرده داره اون. ولی آدمی که اختلال افسردگی داره نمیتونه درست. تا دارو درمانی نشه، تا تراپی نشه، نمیتونه اصلا این کار. حالا شما هر چقدر بهش بگو. پس یعنی شما میگین که اینا همش با همراه با داروه. من فکر کردم منظورتون از پذیرفتن این که مثلا یه حالت اینی که من متوجهم که تو یه همچین حالتی داری و میپذیرم این حالت رو. آره مثلا دارو ولی مال وقتیه که فکر خودکشی یا اقدام به خودکشی یا افکار مثلا مرگ یا پوچی یا بی اهمیتی وجود داره، قطعا دیگه دارو. این داروها حالت مسکن دارن که یعنی مثلا در لحظه چیز کنن؟ تنظیم کننده اون ترشحات عصب شناختیه. چون اون راست که به هم ریخته. پس مرحله اول این شد که شما میپذیرین و با طرف اون یه اصطلاح به کار بردین خیلی همدلی. آره دقیقاً همدلی میکنی و بعد از اون به شخص تکس میدین. یعنی خیلی البته مسیر شاید یه بستگی به پذیرش مراجع داره، ممکنه که خیلی طول بکشه. آره همدلی چقدر اون بپذیره همدلی. آره اون اصلا هیچ چیزی نداره، هیچ ددلاینی نداره تا جایی که اون بتونه. درست. خب همدلی رو پذیرفت، چه کارهایی شروع می‌کنیم؟ مورد بعدی که حالا یه سناریو، یه شخصی رو سناریو مثال هم بگیم. بله حتما. مثلا کسی که میگه که من مثلا دوست دارم تا 2-3 ظهر بخوابم، نمیتونم از اینکه صبح پاشم. مامانم هم مدام بهم میگه که پاشو مثلا اتاق تو مرتب کن، پاشو به مثلا درست برس. بعد از اون طرف همش دلم میخواد گریه کنم، از اینجور چیزا. شما تا زمانی که این آدم رو نرسونین
کنیم به این که برون ریزی کنه. چون ببینید معمولا پشت این افسردگی احتمالاً یک هیجان ثانوی است، پشتش یک هیجان اولیه است. ممکنه که پشتش خشم باشه، ممکنه پشتش ترس باشه، طرد باشه، نادیده گرفته شدن باشه و اینا رو توی جلسه درمان ما کمک میکنیم به مراجع که برون ریزی بکنه، ببینه پشت افسردگیش چیه. شاید خشم نسبت به مادرش، شاید احساس تردیه که توی خونه کرده، شاید ناکامی هاییه که تجربه کرده. بنابراین این افسردگی خودش رو داره به ما به عنوان یک نشانه نشون میده. پس پشت این نشونه یه هیجان اولیه‌ای هست که کار درمانگر اینه که اون هیجان اولیه رو کشف کنه. پس یعنی شما کنکاف میکنیم ببینین اون دلیل اصلی آره هیجان اولیه چیه و بهش کمک میکنیم که بتونه هیجان اولیه رو ابرازش بکنه. فکر کنم اصطلاح انگلیسیش هم میشه PTSD اگه درست بگم. نه PTSD میشه اختلال استرس پس از سانحه. پس از سانحه هست. مثلا ربطی به این نه یه نوع اختلال دیگه مثل افسردگی، مثل وسواس. PTSD هم یه اختلال. یه اختلال اضطرابی. ممکنه چند تا از این عوامل هم با هم باشن قاعدتا. چند تا اختلال با هم دیگه باشن. مثلا خانواده که مثلا سرکوف زدن. بله آره ممکنه که چند تا هیجان اولیه همزمان ایجاد شده باشن و منجر به یک هیجان ثانویه شده باشن. خب کنکاف کردیم، پیدا کردیم مشکل اصلی چیه؟ برون ریزی ایجاد شد. بعدش اون چیزی که شما گفتین میاریمش توی روتین. برون ریزی اون احساسات اولیه بیان میشه. آره بیان شد، خودش بیان کرد، حتی مثلا به مادرش بیان کرد، به پارتنرش بیان کرد. اون هیجانی که شما داری میگین یعنی فیس تو فیس شد با اون مشکلش. تو شما داری میگین با مادرش بیان کرد. من سوالم اینه شما اون مسئله رو پیدا کردین یعنی بهش میگین که الان من فهمیدم مشکل از اینه که مثلا مادر شما به هر دلیل اون البته به این صورت مستقیم نه ولی خودش اینو میفهمه قاعدتا. آره. و حالا یا توی جلسه درمان این برون ریزی رو با ما انجامش میده یا اینکه ما ازش میخوایم که برو با مادرت صحبت کن، برو احساساتتو به مادرت بیان کن، برو با پدرت صحبت کن. پس فیس تو فیس میشه با اون مشکلش. آره. خب بعدش بعد از اون چیزی که شما گفتین شروع میکنیم آره میاریمش توی روتین روزانه با حالا همون به قول شما تسکای خیلی کوچیک. ببینیم که الان میانگین عمل کردش چیه. مثلا این آدم میخواد که چه میدونم با وجود اینکه افسردگی داره میخواد آیلتس هم امتحان بده. من بهش نمیگم ببین آیلتس خیلی مهمه، آینده تو در گرو اینه، اگه اینو نخونی میخوای چی کار کنی بدبخت میشی. وقتی که یک کمی اون افسردگیه تونست تبدیل بشه به یک شناخت و آگاهی هیجانی کمکش میکنم که بره به سمت اینکه روزی 10 دقیقه زبان بخون. بهش میگم که این روزی 10 دقیقه رو در طول هفته 2 برابرش کن. دوباره 2 برابرش کن. مثلا تارگتش اینه که من باید روزی 8 ساعت زبان بخونم. بهش نمیگم الان تو باید روزی 1 ساعت زبان بخونی، چون هیچ وقت این اتفاق نمیافته. ذهنش عادت نداره به این حجم از تمرکز کردن و مقاومت میکنه. بنابراین میام هدفو کوچیک میکنم، خرد میکنم، از قانون اثر مرکب استفاده میکنم. بهش میگم روزی 5 دقیقه، روزی 10 دقیقه زبان بخون. و این منجر به این میشه که این زبان خوندن آروم آروم براش بشه یه دیسیپلین. و معمولا ما برای موفق شدن احتیاج به دیسیپلین داریم، ولی حالا به هر دلیل یا خودمون اینطوری فکر کردیم یا جامعه اینو بهمون داده که شما برای موفق شدن احتیاج به انگیزه دارید و معلومه که یه فرد افسرده هیچ انگیزه‌ای نداره. اصلا حالا شما افسرده هم نباشین واقعا در طول ماه چقدر فکر میکنین انگیزه دارین، چقدر هم محیط باهاتون یاری میکنه هم بدن خودتون باهاتون یاری میکنه که انگیزه داشته باشین. پس ما برای زندگی کردن و برای موفق شدن نمیتونیم منتظر انگیزه بمونیم، بعد بریم برای خودمون دیسیپلین ایجاد کنیم. ولی این دیسیپلینه رو باید با اهداف خیلی خرد و کوچیک و
پیوستگی و مداومت اونها کم کم تبدیلش کنیم به عادت زندگیمون، وگرنه هیچ وقت نمیتونیم منتظر اون انگیزه بمونیم. کسی که دیسیپلین داره لزوما انگیزه نداره. کسی که دیسیپلین داره و شما میبینید وای چقدر این مثلا باشگاهشو سر وقت میاد، غذاشو چقدر مثلا با دقت میخوره، کارشو چقدر خوب انجام میده و به نظر میرسه که خیلی با آدم با انگیزه‌ایه، تو ماشین که میومده 100,000 تا فحش به خودش داده که چرا من الان بعد صبح از خواب این ساعت بیدار شم. انگیزه نداره، چارچوب داره، دیسیپلین داره و اینقدر این کارو انجام داده که براش تبدیل به مداومت شده. دیگه حالا انگیزم نباشه باز هم انجامش میده. چرا؟ چون ما باورمون اینه که این دریچه ذهن ما بازه و هر لحظه هر فکری، هر حسی، هر خاطره‌ای، هر درد بدنی میاد سراغ ما و ما میخوایم به اونجا برسیم که با درد انجامش بدیم، با بیحالی انجامش بدیم، با خستگی انجامش بدیم، با گریه انجامش بدیم، فقط انجامش بدیم. و چجوری این افسرده ها رو میتونیم به اینجا برسونیم؟ با اینکه انگیزه داشته باشو، به فکر زندگیت باشو، اینا مثلا سالهای طلایی عمرته، نمیتونیم. پله پله دستش رو میگیریم و ما نمیبریمش. خودش اگر رفته. هیچ کس رو نمیتونه مجبور به تغییر خوب یا مجبور به انتخاب خوب بکنه مگر اینکه من خودم تصمیم بگیرم. پس اصلا انتظارمون از تراپی، چون ببینید تراپی با کوچ کردن فرق میکنه و اگر کسی داره کار درمانی انجام میده فرق میکنه با کسی که داره کوچ میکنه. مثلا من همیشه میگم من اصلا کوچ نیستم و اشتباه نکنی، یا میدونین که الان خیلی ترند شده مثلا میگن لایف کوچی همه چی و ما نیستیم اونا. اون کسیه که میاد یه هدف مشخص میکنه و بابت اون هدف هی برنامه میده. ولی منی که میدونم پشت این رفتار یه هیجانه و یه افکاره، باید بیام هیجانه و افکاره رو پیدا کنم، به مراجعم کمک کنم که اون رو تشخیص بده، به بینش برسه، به آگاهی برسه، حالا انجامش بده. و باورم اینه که من نمیتونم فقط از طریق رفتار درست به آدم ها کمک بکنم تا هیجانشون بیان نشده باشه، تا افکارشون رو به چالش نکشیده باشن. خیلی خوب گفتین. واقعا یعنی کامل و جامع بود. یه سوالی فقط من در این حین برام پیش اومد، آیا این قضیه جلوگیری داره؟ یعنی مثلا فکر میکنم بچه هایی که از بچگی مامان باباشون با اینجور تسکا رو مواجهشون میکنن، آره از مثلا چه میدونم بازی های فکری مثلا، آره. روتین زندگی درست براشون درست کردن، سبک زندگی درست براشون، نه اینکه ای بهشون گفتن بکن نکن، باید نباید، بشین باشه، چون کار مامان بابا این نیست. کار مامان بابا اینه که اولا الگوی زندگی به درستی برای بچه‌هاشون باشن، یعنی خودشون خوب زندگی کنن و وقتی خودشون خوب زندگی بکنن بچه‌ها این الگو رو مشاهده میکنن و انجامش میدن. پس بچه من اون چیزی که من زبانی دارم بهش میگم که از موبایل استفاده نکن، خودم همش کلم تو موبایلمه، یا برو سر درست، آخر اصلا ندیده بچه من هیچ وقت کتاب دستم باشه، بچه من اون حرفایی که من میگم نمیشه. بچه من اون چیزی میشه که داره میبینه و کار من اینه که شرایط زندگی خوب رو بچینم جلوی پاش و اگر خوش شانس باشم بچه من اونا رو برشون داره. خب یه سوال، یعنی شما، ولی من نمیام بهش بگم اینو بردار اونو بردار. خب همین، شما یعنی موافق با این نیستین که یه سری تسک به بچه داده بشه؟ نه نمیشه، فقط خود اون بزرگسال انجام بده، خودش انجام بده، شرایط درست رو برای بچه مهیا کنه. مثل غذا خوردن هست که میگیم دنبال بچه ندو، بهش غذا بده، غذای خوبو بچین روی میز و بهش بگو که بیا غذا بخور و حالا دیگه اون خورد نخورد دیگه کارش نمیشه کرد. شما مثلا موافق نیستن اگه یک بچه مثلا یه بابایی میخواد پسرش
ورزشکار باشه، اصلا یه ذره حالا به ورزش علاقه داشته، مثلا اون ورزش رو تو لایف استایل بچه‌ش بذاره. پوشی نباید بکنه، صرفا خودش باید بره باشگاه. اگه بچه‌ش اومد گفت منم میخوام برم ورزشی بکنم، بگه مثلا این حالا اون پول باشگاه یا مثلا میرسونمت به ببین باشگاه. پوش با اینکه میرم آره فلان کلاس اگه علاقه داری ثبت نامت میکنم فرق میکنه. اون یعنی اینکه باید برین که الان تابستون شده باید زبان و موسیقی و ورزش و رباتیک و چی تو بدی. این یعنی پوش. برای اینکه من برم یه بچه رو مثلا یه کلاس ثبت نامش کنم، این میشه همون شرایط رو مهیا کردن. و اینکه حالا بچه میره دوست داشت ادامه میده و دوست نداشت دیگه من کاری نمیتونم بکنم. معلومه که خوشحال نیستم ولی کاری هم نمیتونم بکنم. یعنی شما موافق نیستین با این قضیه که ترغیب کنن، مثلا جایزه بذارن اگه موفق بودی توی اون کلاس، یا مثلا یعنی ببینید تا جایی که علاقه بچه نه تا جایی که ببینیم که شرط بقاش چیه، شرط بقا رو براش مهیا میکنیم. ولی اون چیزی که من فکر میکنم که این درسته، این راه صحیح زندگیه، پس چون من فکر میکنم این راه صحیح زندگی بچه‌م هم حتما باید اینو بره و ما فکر کنیم که یه دفترچه داره، یه دستورالعمل داره و ما میتونیم اینجوری مثلا این 100 تا راه رو تیک بزنیم و بریم جلو و بچه‌مون رو بسازیم، نمیشه. چون اصلا بچه‌ها چوب خشک نیستن که ما بتونیم بسازیمشون. بچه‌ها یه بذرین، ما باید براشون خاک خوب، نور خوب، آب خوب مهیا بکنیم و تبدیل میشن به چیزی که قراره بشن. پس وظیفه ما مراقبته، ساختن نیست. ما باغبونیم، نجار نیستیم. خب ببینین باغبونم اون بذر رو میکاره توی اون و فقط مراقبت میکنه. یعنی من میدونی یه ذره برام سخته بپذیرم این قضیه که خیلی سخته، خیلی، چون ما همش میگیم که من این مسیر رو خودم اشتباه کردم، نکنه بچه‌م هم بره اشتباه کنه، الان این راه درسته. ولی از کجا معلوم که اون چیزی که الان من فکر میکنم که این راه درست زندگی 20 سال دیگه هم باشه، 30 سال دیگه هم باشه؟ پس دستورالعملی وجود نداره، چارچوبی وجود نداره به جز این که وظیفه من مراقبت از بچه است و من باید حساس، پاسخگو و در دسترس نسبت به نیازهای بچه هم باشم. ولی چون از نظرم کلاس تیزهوشان خوبه پس باید بچه من بره تیزهوشان، چون رباتیک خوبه و بچه من باهوشه پس باید بره رباتیک، اینو لااقل من موافقش نیست. چون جالب، من فکر میکردم حداقل باید یه خیلی این چیزی که شما میگین طرفدار داره. آره خیلی طرفدار داره. خیلی این دفترچه های راهنمایی که مثلا این کار انجام بدیم، این کار انجام بدیم. بچه واقعا احمق بچه، یعنی به منظور جوک نمیگم، جدی بچه واقعا من یعنی فکر احمق نیست، یه دانشمند فعاله و شما توی محیط میذاریش و خودش محیطش رو کشف میکنه. سخته پذیرفتن. خیلی سخته. برگردیم سر بحثی که راجع به پوشنشون صحبت می‌کردیم. این چون ممکنه در ذهن مخاطبم سوالی ایجاد کنه، من میتونم مثلا یه پادکست دیگه معرفی بکنم بهشون که یه خلاصه یه کتابی رو گفته. حتما بگین چی؟ آره پادکست که خب خیلی پادکست معروفیه، پادکست علی بندری بی پلاس و خلاصه کتاب نجار یا باغبان. خودشون هم میتونن برن این کتابو بخونن، نجار باشیم یا باغبون، برای فرزند پروری. خب اگر که اوکی برگردیم سر بحث. آره بعد حالا اون سوالی که داشتین میپرسیدین فکر می‌کنم راجع به این بود که راحت باشین، من گریه رو گفتم، بعد شما گفتین که مثلا مشت زدن و اینجور چیزا، بعد انگار یه چیز دیگه هم داشتین میپرسین. میخواین حالا اونو جواب بدین؟ چیزی اومد توی ذهنم، بحث مشت زدن و گریه کردن، تفاوت دختر و پسر. یه سوالی اومد توی ذهن من. یه چیزی من خیلی حالا از چیزای اینستاگرامی احتمالاً درست نیست ولی میگن که دختر بیشتر تاثیر از پدر میگیره و پسر بیشتر تاثیر از مادر میگیره. آیا این درسته؟ نه لزوما. ولی
اینجوری که گفتین انگار مثلا آمار بیشتر اتفاق میچرده. نه هیچ آمار بیشتر کمتری وجود نداره. پس تاثیر اون شکلی نداره. هر دوی اونها وقتی که غایب باشن، نه لزوما غایب فیزیکی، غایب تصمیم گیرنده، غایب روانی، غایب عاطفی، قطعا میتونه تاثیر منفی بذاره و بچه احتیاج داره که به پدر و مادر، به هر دو تاشون احتیاج داره و بچه احتیاج داره که با اونا وقت بگذرونه و هر کدوم که کم وقت بگذرونن عواقبش رو در شخصیت بچه‌شون خواهند دید. من خودم نظرم همینه که هر کدوم از اینا یه تأثیری دارن. آفرین. پارت خودشون رو اجرا میکنن ولی فکر میکنم شاید حالا تو زندگی من این شکلی بوده، مادر تاثیر بیشتری داشته. چه حالا نمیگم من مادرم دپرسم کرده ولی حالا چه تو دپرشن، چه رو شادی، چه رو حس میکنم چون وقتی بیشتری با شما گذرونده. به خاطر اینکه مادر وقت بیشتری با بچه، چون از صبح تا شب مامان بوده که داشته شما رو باهاتون سر کله میزده و فوقش مثلا باباتون شب میومد خونه و دیگه حالا استراحت خودشون میکرده و خیلی اصلا درگیر من فرزند نمیشده. معلومه که آره بیشتر دیگه. آره خب پدرها معمولا اکثرا خب بیشتر سر کارن، به خاطر وقتیه که میگذرونن، نه لزوما به خاطر جنسیتشون. از خانواده چقدر میتونن تاثیر بزنن رو دپرشن؟ یعنی مثلا خیلی زیاد. میدونین حس میکنم مثلا اون حس بد یا حس خوب من از خانوادم خیلی بیشتر میتونم بگیرم تا از روی دوستام و جامعه حس میکنم. یعنی اگه مثلا بعض وقت حس میکنم حتی با این سنی هم که دارم، اگه پدرم این کاری تایید بکنه این کارو با اشتیاق بیشتری انجام میدم، اگه اصلا تایید نکنن بازم با اشتیاق کمتری شاید حتی میاد تو این سن. چقدر این تاثیرات خانواده مهمه و چقدر میشه اینا رو کنترلش کرد؟ ببینید معمولا ما ابعاد شخصیتمون یه بخش کودک، نهاد، تو هر نظریه یه چیزی بهش میگن داره و همیشه با همونه. یعنی اینطور نیست که ما بزرگ شدیم دیگه اون بخش مثلا نیست یا نباید باشه. و اون وقتی که مثلا خودتون 2 سالتون بود، 3 سالتون بود، 5 نمیدونم 13 8 یه جورایی اگه پدر مادرتون تاییدتون نمی کردن اصلا انگار بقاتون تحت تاثیر قرار می گرفت. زندگی در گرو تایید شدن توسط پدر مادر بود و همین بود که به شما عزت نفس میداد یا اگر تایید نبود عزت نفس نمیداد. پس اصلا شخصیت ما رو اونا بخش زیادیش رو تشکیل دادن. بنابراین پایه عزت نفس ما اونجا تشکیل شد که آیا من دوست داشتنی هستم، ارزشمند هستم، یا اینکه اصلا من خوبم، آیا بقیه هم خوبن، آیا اینطوریه که من خوبم بقیه بدن یا من بدم همه هم بدن. یعنی اینکه وقتی میگیم عزت نفس به این معنا نیستش که من فقط فکر کنم که خیلی خوبم، به این معناست که من میدونم که به عنوان یک انسان یه چیزای خوبی دارم، یه عالمه نقص دارم، یه عالمه ضعف دارم، یه عالمه ناتوانی دارم، از کسی لزوما برتر و بالاتر و رنگ خونم طلایی تر نیست، ولی با این وجود همچنان ارزشمند و دوست داشتنیم مثل طرف مقابلم. پس وقتی که میگیم که باید به بچه‌ها احساس ارزشمند بودن و دوست داشتنی بودن و خوب بودن بدیم، به این معنی نیست که این حس رو بهشون انتقال بدیم که تو از بقیه بالاتری و بهتری و یه چیز خاص‌تر هستی و اینم خودش اصلاً کار درستی نیست و اتفاقاً به معنای اینه که من عزت نفس ندارم. اتفاقا به این معنی است که من خیلی خوب نیستم. جالبه که بدونین خودشیفته ها، میدونین چرا خودشیفته شدن؟ به خاطر اینکه عزت نفسشون خیلی کمه. دقیقاً برعکسش. آره. و چرا؟ چون ما اصلا تعریفمون از عزت نفس این نیست که فقط فرد فکر کنه که خیلی خوبه، اینه که بدونه که نه من خیلی خوب نیستم، یا عالم ضعف دارم یا عالم نقص دارم و با وجود تمام این ضعف و نقصا همچنانم اندازه انسان بودنم از تویی که اینقدر پول داری، اینقدر خفنی، اینقدر تحصیل کرده ای، نه بالاتر نه پایین تر. برگردیم سر بحث دپرشن. من هنوز فکر می‌کنم خیلی صحبت هست راجبش.
رسیدیم به اینجایی که شما تسک دادین به اون شخص. این دیگه آخراشه. آخر. یعنی دیگه مثلا ما میگیم آخرای درمانشه. یعنی اگه یه درمان روی اصطلاحاً میگیم درمانهای شناختی، رفتاری، هیجانی، اگر که بریم به سمت این که کدوم مهمترن، این ستا همیشه همزمان دارن تاثیر میذارن. اینطوری نیست که یکی مهمتر از دیگری باشه، ولی اولش باید اون شناخته رو فعالش کرد و من بتونم شناخته‌مو به چالش بکشم، هیجان‌هام رو نسبت بهش آگاهی داشته باشم، حالا برم رفتارم رو تغییر بدم. خب رفتیم توی رفتار رو تغییر دادن. اول گفتین تکسای کوچیک به شخص. بله. و اگر حتی فیل شد اون توی اون تکسا، فکر میکنم که باز هی دوباره مثلا تمدید میکنین یا نه؟ آخه ببینید خیلی دیگه. واقعا وقتی که میگیم تسک کوچیکه. واقعا وقتی میگیم روزی 5 دقیقه زبان بخون و این رو داده میشه که و این رو 2 برابرش بکن، واقعا کوچیکه. پس انقدر کوچیک داده میشه که شخص بتونه انجام. روزی 2 دقیقه ورزش کن، واقعا 2 دقیقه است و اینو مثلا هر 2 روز 2 برابرش کن. یا فوقش هم اگر که شخص موفق نبود کوچیک‌تر میکنیم. چون خود دیدم که باز هم مثلا حتی توی سری کارهای کوچیک شخص فیل شده یا یک هفته انجام داده، هفته دوم انجام نداده. هفته دوم چرا انجام نداده؟ چون انگیزه رفته. و هنوز شناختش تحت تاثیر انگیزه است. هنوز فکر میکنه انگیزه باید باشه که من انجام بدم. همه ما فکر میکنم تقریبا همه ما باشگاه ثبت نام کردیم و هفته اول خیلی با شور و هیجان رفتیم. رژیم گرفتیم و هفته اول خیلی خوب رعایتش کردیم. چرا هفته دوم کم شد؟ چون انگیزه رفته. بنابراین دیگه این چه جوری به چه زبونی انگیزه به ما بفهمونه که به کار ما نمیاد، کم و زیاد میشه. ما نباید منتظر انگیزه بمونیم. واقعا اگر منتظر انگیزه بمونیم باختیم. و بعد میدونین که حالا این خیلی به بحث شما برمیگرده، کسایی که مبتلا به افسردگی یا اختلال افسردگی هستن کمالگران. این همون کمالگراییه، این که من همیشه بهترین ها رو میخوام، منجر به این شده که این اختلال افسردگی شاید ایجاد بشه. چرا؟ چون من کمالگرام، همیشه بهترین رو میخوام و اینجا اتفاقا دنیاییه که بهترین ها اتفاق نمیافتن. بنابراین من هی ناکام شدم. حالا من چرا کمالگرا شدم؟ این باز دوباره احتمالاً برمیگرده به سبک فرزند پروری من دوباره یه پدر مادری داشتم که یا وسواس داشتن یا خودشون خیلی دیسیپلینی، بکن نکن، باید نبایدی بودن و همیشه انتظاراتشون از من خیلی بالا بوده یا انتظاراتشون از خودشون خیلی بالا بوده. یعنی خیلی وقتا من اینو به مامان بابام میگم نه ما اصلا خیلی هم بهش نمیگیم این کار، خودش اینطوریه. ولی میای تو زندگی خودشون، اون خانم خانه‌دار یه مهمونی که میخواد بده، بعد اون مهمونیش به بهترین نحو ممکن انجام بشه. پیش خودش میگه بعد بهترین مهمونی فامیل رو بدم، بهترین لباس توی جمع رو بپوشم و اینا یعنی کمالگرایی و این میشه الگوی اون بچه. و بعد از اون من میفهمم که خب من میخوام این کار بهترینش انجام بدم و نمیشه، فهمیدم نمیشه، پس انجام نمیدم، اجتناب میکنم و اجتنابه یعنی افسردگی. آیا این حالت ترس هم داره؟ ترس هم میتونه اجتناب اون. آره، ترس از بهترین نبودن و چون قراره که من میدونم که اون بهترین اتفاق نمیفته اصلا هیچ کاری نمیکنم. حالا ما اومدیم و رسیدیم، شخص رو رسوندیم به جایی که تونست از اون حالت افسردگی در بیاد. حالا به این زودی ها که نیست. نه خب چه چیزهای دیگه داره مگه؟ نه یعنی قرار نیست لزوما از حالت افسردگی در بیاد. ما نمیخوایم لزوما فرد دیگه هیچ وقت در عمرش یا همین الان احساس افسردگی نکنه. ما میخوایم برسونیمش به جایی که با احساس افسردگی انجامش بده. شما اصلا دیسیپلینر رو هنوز بعد نظرتون که آره. یعنی اصلا بعد توی لایف استایلش قرار بگیره اون چیزها. خب چون احساس ها رو نمیشه کارشون که احساس ها هستن
مگه بخوام معطل احساسا بمونم که هیچ وقت هیچ هیجان منفی نباشه، دنیا همه چیز عالی باشه، تموم میشه عمرم، وقت ندارم. پس با احساسای منفی انجامش میدم، با شرایط منفی انجامش میدم، چون اینا هستن. چیزی نیست که در قدرت من انسان ناقص نیست که احساساتمو حذف کنن، مگر اینکه سیستم لیمبیک منو حذف کنن، جراحی باید بکنن. من البته حالا من یه توضیح بدم منظورم چیه. منظور من اینه که ببینید شما الان شخص توی حالتی بوده که کارهای عادی رو نمی کرده، یعنی حالت مثل ورزش، چه میدونم حتی یه سری میدونم دوش نمی گرفتم وقتی افسرده میشن یه برهه. آره. حالا کارهای نرم رو تونست بهش اون دست و پاش از اون شکستگی در اومد. آره. جوش خورد. من میخوام برسم به اینجایی که وقتی که من رسیدم به اون حالتی که توانایی هامو دوباره پیدا کردم، دوباره تونستم راه برم، حالا شما چه مسیر رو بیشتر به این شخص پیشنهاد میدین؟ یعنی میگین که خب اوکی کار استپ بعدیه، نمیدونم بیزنس خوده، نمیدونم تحصیل، هر چیزی، چه جوری اون مسیر رو برای اون شخص حرفای خودش میگیرم. ببینید بعد ببینیم که الان توی این بره از زمان چه چیزی براش اولویته. موفقیت براش اولویته، شادی براش اولویته، سلامتی براش اولویته، ارتباطاتش براش اولویته، صمیمیت براش اولویته. پس هر چیزی میتونه باشه و من از حرفای خودش میگیرم که چی اولویتشه، چیزی که مدام داره راجبش حرف میزنه و شاید خودش ندونه که این اولویتشه و ازش میخوام که همینه که من گفتم بهش میدم، ارزش‌های زندگی رو بهش میدم. میگم که خب ببین همه ما آدما اینا واسمون مهمه، اینا واسمون ارزشه، موفقیت برامون مهمه، شادی و تفریح و سرگرمی برامون مهمه، سلامتی برامون مهمه، صمیمیت و ارتباطاتمون هم واسمون مهمه. حالا تو برو ببین که میخوای توی هر کدوم از اینا تبدیل به چی بشی و خود الانت با اون خود آرمانیت چقدر فاصله داره توی هر کدوم از اینا و برای خودت بنویس، نمیدونم پلنر داشته باش یا هر چیز دیگه ای. پس میریم به سمت اینکه بهش رویا بدیم، نه رویا فروشی کنیم، رویاهای خودش رو براش تبدیل بکنیم به ارزش. چون رویا تا زمانی که رویا حالت فانتزی داره، بعد تبدیل بشه به ارزش، اون ارزشه از بین این ارزش‌ها اولویت بندی بشه. اولویت بندی که شد توی هر کدومش من برای خودم هدف درست کنم، هدف‌های بلند مدت، میان مدت و بعد حالا کوتاه مدت که میشه مسیر زندگیش. پس یعنی شما میگردین باز کنکاف میکنین که ببین اون آرمان خوب، به قول خودتون آرمان خود آرمانیش توی هر کدوم از اونا نه میگردیم ببینیم اولویتش چیه. یه سوال، یعنی مثلا شما هیچ وقت به شخص مثلا اجبار نمیکنین که یک کار خوب داشته باشه؟ نه مگر اینکه ببینیم از خودش داره راجبش حرف میزنه، میفهمی انگار این براش مهمه، یعنی پس قلاب میندازیم که این کارو براش مهمه. یعنی انسان مهم نیست که طرف یک شغل مشخصی داشته باشه، یک نمیدونم، معلومه که مهمه، ولی مهمم هست که توی چه برهه زمانی باشه و اولویت خودش باشه. پس معلومه که یک نوجوان 15-16 ساله که به شما رجوع میکنه الان اولویت شغلش نیست، یا یک مثلا آقای 60 ساله که به شما رجوع میکنه، یا خانم 50 ساله که به شما رجوع میکنه الان اولویت شغلش نیست. پس نه، برمیگرده به این که هر کسی توی سن و سالش، محیطش، فرهنگش و حرفایی که خودش میزنه، چون آدما نسبت به خودشون شهود دارن و شما میتونین پیدا کنین که الان چی براشون مهمه. من چون توی با ذهن خودم دارم اینا رو تفسیر میکنم. یعنی خب الان تو سن من خیلی افراد براشون کار اولویته، واسه همین به دنبال اینم که مثلا شخص بتونه موفقیت مالی بیشترم حالا بگم نمیدونم، شاید به خاطر اصفهانی بودم یا نه اصلا مگه میشه بدون پول زندگی کرد؟ معلومه که دقیقاً. اصلا پول چقدر میتونه اون عزت نفسی اون خیلی باور کنی
با پول شما میتونین تراپیست خوب بگیرین، با پول شما میتونین پروتئین زیاد بخورین، با پول همه کاری میتونین بکنین. پول چیز خوبیه. خب پس یعنی مثلا این افرادی که انقدر وابستن به پول خیلی نمیشه بهشون خورده گرفت. حالا نه در اون حد. آره. معمولا وقتی که اون حجم وابستگی یه چیزی باشه که من بفهمم که انگار به نظر طبیعی نمیرسه، پشتش یه عقده‌ای هست دیگه و این عقده ها رو همه ما داریم. یعنی ما هممون در طول بزرگ شدنمون یک احساسهای حقارتی کردیم. حالا بعضی از این احساسهای حقارت اینقدر شدید بودن که تبدیل شدن به عقده حقارت و الان سبک زندگی ما در واقع جبرانی برای احساسهای حقارت و عقده حقارت ماست. افرادی که اینجوری میشن به حالتی میشه گفت در واقع عقده اون قضیه یعنی احساس حقارتی که همه دارن، حالا بیشتریا تبدیلش میکنن به عقده حقارت، ولی عملا همه کاری که دارن توی زندگیشون میکنن جبرانیه که دارن برای احساس حقارتشون میکنن. حتی نوع حرف زدنشون، ارتباط برقرار کردنشون، دوستی هاشون، دشمنی هاشون، همه اینا جبرانیه که من دارم برای احساس حقارتم میکنم. و وقتی بهش برسه آیا میتونه اون آرامش رو بشه؟ نه چون اون موقع باید میرسید. یعنی یه چیزیه که همیشه تخت دنبالش میفته، ولی حتی اگه خیلی هم مثلا پولدار بشه، خیلی رفیق دورش باشه، نمیشه بازم اون نمیرسه. همیشه هست، مگر اینکه فرد بیاد ببینه که ای بابا من با این سبک زندگی که دارم، دقیقا حرف شما، حالم خوب نیست. مثلا فرض کنید فرد همیشه طرد شده، نادیده گرفته شده، باش خوب رفتار نکن، بعد الان سبک زندگیش این شده که بقیه رو نادیده بگیره، بقیه رو تحقیرشون کنه، موفقیت هاشون و دستاورد هاشون رو به حساب نیاره. خب بعد این بعد بیاد، حالا اگر که توی مسیر تراپی قرار، من این کارا رو هم میکنم حالم هم خوب شده، تأثیری هم داشته، یعنی احساس کردم که بالاخره منم آدمم، میبینه که نه. پس این سبک زندگی مخرب هیچ وقت نمیتونه حالشو خوب کنه، مگر اینکه بیاد و مورد چالش خودشو قرار بده. آره من این احساسو داشتم ولی با این سبک زندگی حالم هم خوب نمیشه. و خب این صحبتی که دارم میکنم طبق یک روی کردیه، حالا اگر مخاطبینم دوست داشتن راجبش مطالعه کنن، روی کرده آدلره، یکی از معروفترین نظریه پردازان روانشناسی، و میگه که هیچ راهی نیست مگر اینکه من احساسهای حقارتم و عقده‌های حقارتم رو بیام موازی با علاقه اجتماعی برآورده کنم. یعنی از این که نگاهم خودخواهانه باشه که حالا بیام خودم رو ارضا بکنم، بیام احساس حقارتم رو در قالب علاقه اجتماعی برآورده بکنم. یه حالتی مثل این ترند روز میمونه که چی؟ مثلا الان من نمیدونم، حال برداشت من اینجوری بود که آیا مثلا الان ترند روز چیه؟ الان بوگاتی مثلا یه چیز ترندیه که مثلا اون شاید اون احساس، آره مثلا من برم بوگاتی رو بخرم که شاید اون چیز. خب ولی این بوگاتی خریدنم چه علاقه چه نفع برای مردم داره؟ علاقه اجتماعی یعنی یه نفعی برای مردم داشته باشم، یه سودی واسه جامعه داشته باشم. نه پس من اشتباه برداشت کردم. ولی شاید مثلا این میتونه باشه که اون مثلا منافع عامل منفعه داره به بچه‌های مثلا، چون اینا دارن دیگه معمولا، حالا برای بیزینسشون هست ولی به هر حال دارن، به بچه‌های مثلا سندروم دان مثلا این هزینه میره تو جیب اونا، از اینجور چیزا. پس من یه عالمه احساس حقارت دارم و تا زمانی که احساس حقارتم رو در قالب خودخواهی‌های خودم دارم ارضا می‌کنم حالم بده، مگر اینکه بیام احساسهای حقارتم رو به نفع مردم ارضا بکنم. چرا باید یه شخص این کارو بکنه؟ هیچ جوری به جز این حالم خوب نمیشه. یعنی به جای آسیب زدن به مردم برم با مردم و بهشون آسیب نزنم.
اتفاقا بهشون کمک کنم، نه به خاطر اینکه مردم خوششون باشه، به خاطر اینکه خودم خوشم باشه. اون حس رو از کمک کردن به مردم بگیرم، نه لزوما کمک کردنه ها، موضوع اصلا بودن. کمک کردنه نیست. موضوع اینه که شما بیاین سبک زندگیتون رو طوری بچینین که به نفع مردم هم باشه. ولی ما معمولا چی کار کردیم؟ سبک زندگیمون رو طوری چیدیم که فقط نفع خودمون باشه و این حالمون رو هی بد و بدتر میکنه. یعنی شما میگین که اگه به نفع خودت به فکر، یعنی خودخواه یه جورایی باشی، آفرین. حالت رو بدتر میکنه. حالت رو بدتر میکنه. چی جالب. قاعدتا آدم حس خوبی میگیره که اگه فکر بکنه یک سودی داره برای آره، جامعهش. چون ما ذاتاً موجودات اجتماعی هستیم، در اجتماع اوکی. معنا پیدا میکنیم. دقیقاً. پس ما تو این سوال میخواستم سوال آخر بپرسم. البته الانم میتونیم تقریبا 1 ساعتی هست داریم صحبت میکنیم، نمیخوام بیش از این وقتتون رو بگیرم. اصلا این سوال الان میپرسم که به نظر شما معنای زندگی چیه؟ علاقه اجتماعی. نه جدی واقعا. ببینید ما اگر که یاد نگیریم که این مردم اگر بر علیهشون باشیم خودمون ضرر کردیم، هیچ وقت نمیتونیم زندگی کنیم. همش احساس پوچی میکنیم. و هر کدوم از ما آدما خاصیتمون، نهادمون، ذاتمون به گونه‌ایه که یه استعدادی داریم و اومدیم اینجا که اون استعداده رو کشفش کنیم و تبدیل به رفتارش کنیم، انجامش بدیم و واقعا هیچ کاری به جز این نداریم، به جز این که استعداده رو پیداش بکنیم و انجامش بدیم. و اون استعداده رو شما نمیتونی پیداش بکنی مگر اینکه همه شاخکات روی نفع خودت باشه و فکر کنی همه بر علیه تو هن، همه بدن تو خوبی. پس اتفاقا یعنی معنای زندگی یعنی همون علاقه اجتماعی و نفع اجتماعی و حال خودمون رو خوب میکنه. دیدین مثلا یه کمکی به یه کسی میکنین و بعد اصلا کاری ندارین که اون چی شد، حال خودتون خوبه. چرا؟ چون ما از دهندگی لذت میبریم. پس منی که مثلا احساس حقارتم چه میدونم این بوده که مورد توجه قرار نگرفتم، یا اینکه اون زمانی که مثلا من کودکیم داشت شکل میگرفت یه اتفاق تاریخی خیلی بد افتاد، نمیدونم یه زلزله ای اتفاق افتاد یا هر چیز دیگه ای، هیچ جوره نمیتونم این تروما رو خوبش کنم مگر اینکه برم مثلا تحصیلاتمو توی اون موضوع بالا ببرم، ثروتمو زیاد بکنم و اتفاقا حال اون زلزله زده ها رو خوب بکنم. بهتر. خیلی خودم هم ارضا میشم دیگه، تحصیلاتم بالا رفته، ثروتم زیاد شده، قطعا سبک زندگیم بهتر شده. یعنی به این معنا نیست که گذشت کنیم و ایثار کنیم و تحمل کنیم و از خودمون بگذریم برای دیگران، و به این معنا نیست. به این معناست که من پیشرفت خودم رو در قبال مردم انجام بدم. چقدر قشنگ، چقدر امیدوارم که تونسته باشم بگم. خیلی خوب بود و چقدر پایان‌بندی خوبی شد، فوق‌العاده بود. مرسی از شما. مرسی از شما توی سوشال مدیا فکر کنم فقط اکانت اینستاگرام دارین، درسته؟ توییترم دارم، خیلی فعال نیستم، همه چی دارم ولی الان فقط خودتون درسته؟ بله همه چی به اسم دکتر زهرا بود. بله. خانم دکتر خیلی ممنون از شما که امروز وقت گذاشتین. خیلی اپیزود خوبی شد. امیدوارم اصلا اون معنای زندگی رو خیلی خوب بیانش کردیم، خیلی قشنگ بود. مرسی از شما. فقط اینکه اینا همه قرار نیست که وحی منزل باشه و اینا برداشت من از اون حالا دانش و تجربه و اون کلونی دور و بر خودم بوده. بنابراین هر کسی میتونه که اینا رو قبول بکنه، میتونه قبول نکنه، حتی خود شما. 100%. مرسی از شما. مرسی از شما. مرسی.